به سلام، خوب هستین؟ ما در ادامه بازیمون. خب چی بگم؟ تو سری قبل که داستان پیش داشت میبودیم، سمون بودیم یه جای تاریک و عاقبتش هم شد یک کرم بزرگ با شاخهای بزرگ اومد سراغمون که دخلمون رو آورد، که دیگه باشه یه درسی هم باشه واسه ما که دیگه باشه که سمون تو از سامونی نکنیم. اما خب داستان دیگه هم نمیتونم شروع کنیم دیگه، همش انگلیسی در میاد. با همین از دوباره سرآغاز شروع دوباره اون بکنیم. خب بیایید شروع جدید رو آغاز کنیم. چی بهتر هستی؟ شاید اگه زنده بمونیم. بدون معطلی let's go. باز مشکل چیه؟ مگه 5 تا دارم؟ مشکل چیه؟ چرا نمیاد؟ ایول اومد. یه لحظه به من مهلت بدهید که زبان فعلی رو تبدیل کنم به فارسی. که هم شما که هم من متوجه بشم چی نوشته شده، هم شما تا از داستان لذت ببرید. Let's go. سلام. اول هر کار سلام. خوش آمده غریبه. بیا بشین، چیزی برداشته یا خودم میخواهی؟ نمیدونم. اومد انگلیسی نباشه. اشکالی ندارد. بعضی وقتا سکوت بهتر همدم است. اما گرسنه هستی؟ من یه خوراک حشره‌ای دارم که به تازگی درست کردم. مقوی است. برای دیدت خوب است. آیا به دنبال اصرار است یا شاید کسی برای صحبت؟ اینجا همیشه مکان آرام برای هر دو است. نمیدونم خودم برای چی هست. آیا کاری برای من داری؟ هر کس به دلیلی اینجا میاد، چه برای فرار از گذشته باشد، چه برای یافتن آیندهای بهتر، یا صرفا برای فرار از باران حشره بیرون.
من هم مثل تو همیشه به دنبال چیزی بودم. گاهی اوقات پیدا کردن آن چیزی که به دنبالش هستی نیازمند کمی راهنمایی است. به طور خاص که خاص کاری برای تو ندارم، اما اگه بدون هدفی باشی شاید بتونم کمک کنم. آدم چیز خاصی کنجکاوی داری یا شاید به دنبال اطلاعات در مورد کار در تونل ها هستی؟ نمیدونم هر چی باشد تا بتوانم زخم‌های گذشته‌ام را ترمیم بدهم، اما فکر نکنم بهره هیچی است. زخم‌های گذشته آنها می‌تواند سنگین باشد، مانند زره کهنه‌ای که بر دوش می‌کشی، اما هیچ زیوی بر همیشه نمی‌ماند و هیچ زخمی هم برای همیشه باز نمی‌ماند. گاهی اوقات تنها چیزی که لازم است کمی مراقبت و کمی زمان است. من اینجا هستم تا به کسانی که نیاز دارند کمک کنم، چه با یک فنجان چای گرم، چه با یک مرهم برای زخم‌های عمیق‌تر. شاید آنچه تو نیاز داری نه یک شمشیر بلکه آرامش باشد. این یک مجنون خواب‌آور است. اگه ذهن آشفته است می‌تواند به تو کمک کند تا شب راحت بخوابی. شاید فردا با ذهنی روشن‌تر از خواب بیدار شوی. اگر مایل باشی می‌توانم آن را به تو بدهم. نه ممنون، نیاز نیست. آیا می‌توانم در ازای آن کاری برای تو انجام دهم تا محبت شما را بابت آن انجام دهم؟ چه شد؟ وقت گردون انداختنه. بنداز به چند می‌افتد؟ 7. شانس نداریم. برو. همدردی تو قابل تقدیر است موروث، اما در حال حاضر هیچ مهمترین کاری که میتوانم برای انجام دهی این است که خودت را خوب نگه داری. اینجا پناهگاهی است که برای کسانی که به آن نیاز دارند که اگر میخواهی لطفی کنی آن را با استراحت کردن و بازی خود انجام بده. اگر واقعا بدون کمک هستی شاید بتوانی در مورد یک موضوع کوچک کمک کنی. یک محموله از گیاهان دارویی که قرار بود از شما برسد هنوز نیامده است. اگر گذرت به آن سم افتاد و خبری از آن داشتی خوشحال میشوم، اما اولویت با خود توست. اینجا مکان برای احتیاط است. میتوانم الان بروم تا خبر از آنجا بگیرم تا چه اتفاقی افتاده است. زودتر بهتر. سپاسگزارم مورز، این لطف بزرگی است. این محمول از سمت دانه تاریک میآمد. اگر خبری از آن شنیدی یا اگر آن را دیدی اطلاع بسیار ازش من خواهد بود. مراقب باش، شما همیشه پاس شگفتی است و نه همیشه خوب. این نقشهای از مسیرهای اصلی است که به سمت شما میرود. شاید به دست بخورد. ممنون، الان واهی آنجا میشوم. جا گذاشتم.
گندش بزنه. با شنیدن حرف تنر کالن بالاخره درست شد. من فکر کنم همچی ادامه پیدا میکنم. با شنیدن حرف های تنر کالن از جا بلند میشود و با نقشه با دقت به جیب سرورش قرار میدهد. روی ملایم و سبز طلایی لابوهای نورانی دیوار با سبی از خود را در سطح براق زبر کالن ایجاد میکند. هوای گرم و آغشته به بوی گیاهان دارویی و خورش حشره‌ای با نسیم خنکتری که از سمت در ورودی میآید در هم می‌آمیزد. همانطور که کالن به سمت در خروج حرکت میکند، صدای چرخهای صندلی چوبی تنر را میشنود که با آهنگی آهسته در کف چوبی مغازه به صدا درمیآید. راحت همراه مبارز، صدای تنر کمی دورتر به گوش میرسد، گویی او دوباره مشغول کار خود شده است. امیدوارم زودتر خبر خوبی بیاورید. کالن اکنون در نزدیکی لانه تاریک هستید. چه میکنید؟ بررسی کردن. کو ببینم. نقشه رو باز کن ببینم کجایی. نقشه دوستابی هم نداریم. نقشه که تنر به شما داده است مسیر را نشان میدهد که از میان یک گذرگاه باریک و کم نور میگذرد. این گذرگاه به نظر میرسد به سمت بخش‌های بیرون‌تر و کمتر شناخته شده اسپیندل می‌رود. سایه‌ها در این قسمت عمیق‌تر هستند و صدای بازار به تدریج محو می‌شود و جای خود را به صدای چکیدن آب و وزوز خفیف حشرات می‌دهد. در انتهای گذرگاه شما به ورودی یک غار کوچک و تاریک می‌رسید. دهانه غار به اندازه بزرگ است که یک نفر بتواند به راحتی وارد آن شود، اما تاریکی درون آن به قدر اقلی است که هیچ جزئیاتی از داخل آن قابل مشاهده نیست. هیچ اثر از محموله گیاهان دارویی که تنل به آن اشاره کرده بود در اطراف دهان غار دیده نمی‌شود. چه می‌کنید؟ معلومه دیگه، کاوش بیشتر. اما یه چیز دیگه، با نقشه یه نگاه بندازیم. کجا هستیم؟ عجب قابی چند برابر ماست. کاوش بیشتر برای پیدا کردن سرنخ و پیدا کردن. در یک کنار یکی از سنگ‌ها لبه غار متوجه تکه پارچه تیره می‌شوید که به نظر می‌رسد کیسه یا بسته کنده شده باشد. پارچه زبر است و بوی ضعیفی از گیاهان خشک می‌دهد. برای اینکه بتوانید جزئی بیشتر از این سرنخ‌ها بفهمید که چه اتفاقی بر محمول افتاده انجام است، لطفاً یک بررسی انجام دهید. وون بندازیم. بیا. شکست خوردیم. در همین لحظه از اعماق تاریک غار صدای خشخش آرامی به گوش میرسد. صدای خشخش به نظر می‌رسد به حرکت چیزی در تاریکی اشاره دارد، شاید یک موجود کوچک یا شاید هم فقط وزش باد در اعماق تونل. این صدا همراه با افتادن شما حس ناخوشایند را در شما ایجاد می‌کند. چه می‌کنید؟ آماده بودن برای مقابله با خطر و جلو پیش رفتن تا فهمیده شود چه چیزی است.
همین صدا خشخش دوباره شنیده میشه، این بار نزدیکتر و واضح‌تر. به نظر میسه از سمت چپ شما از میان صخره و شکاف‌ها قار میاد. چه میکنه؟ پیشروی به صدا. چه میکنید؟ که دیگه تموم شد. خب ممنونی که تا اینجا دیدید. نمیدونم در ادامه داستان قرار چی بر سر ما بیاد یا چه اتفاقی بیفتد، اما خب اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و مشترک باشه واسه ویدیوی آینده. فعلا و خدا نگهدار. بای بای.